و نحوه برخورد والدین هم متفاوت بود. هر کسی یه جور برخورد میکرد. یکی میومد میگفتش که مثلا من یه مراجعه داشتم که بچه‌ش از یه عروسک میترسید. یه عروسک انقدی بود. این عروسک گفتش که خانم الیاسی من نمیدونم این عروسک چی داره که یه بچه من داره میترسه. همش شبا کابوس میبینه، حالش بده. آقا چرا این عروسک مگه چی داره؟ میخوام بهتون بگم اون عروسک شاید به نظر بچه شما ترسناک بوده. حالا 4 نوع برخورد داریم برای این والدین. اولین نوع برخورد چیه؟ این هستش که وقتی که میاد بچه میگه مامان بابا من از این میترسم، میاد چی میگه؟ میگه ترس نداره. این چیه؟ مگه این عروسکه دیگه، چیش ترس داره؟ میدونی چه اتفاقی افتاد؟ توی بزرگسالی باعث میشه که فرزند تو نتونه احساساتشو بیان کنه، از مکانیزم انکار استفاده میکنه. میاد میگه که من خدا رو شکر از هیچ چیزی نمیترسم، این آدم از خیلی چیزا میترسه ولی نمیتونه بیانش کنه، چون حتی میترسه که بیانش کنه. دومین نوعش میاد میگه مامان بابا از این عروسک من میترسم، میاد میگه که هیجانی عمل میکنه، تکانش یه جوری استرابو نشون میده بچه دیگه حتما یه عروسک ترس داره. اینجور بچه‌ها توی بزرگسالی چه اتفاقی واسهشون میفته؟ رفتارهای هیجانی تکانشی دارن، موقع تصمیم گیری هیجانی تصمیم میگیره. یا یه وقتایی هست که مثلا نوع سومش داریم که میاد سرکوب میکنه اون مکانیزمو. یعنی چی؟ یعنی اون احساساتو سرکوب میکنه. چطور؟ مثلا میاد میگه مامان بابا من از این عروسک میترسم. عروسک برداشته میشه، یه شکلات هم بهش میدن، اصلا متوجه نمیشه. بس ببینید وقتی سرکوب میشه دیگه نمیتونه بیانش کنه. میبینید یه آدمایی میگه من نمیدونم میترسه، چهرهش یه جوره، خوشحاله یه جوره، ناراحت هم یه جوره، همش یکیه، یه جوره. این همون بی‌حسی عاطفیه که فشار روحی روانی میاره. حالا یه نوع والدین هم هستن که میان چیکار کنن؟ میپذیرن، درک میکنن، همدلی میکنن. یعنی موقعی که فرزندشون میگه مامان از این ترسیدم، میاد میپذیره، اون لحظه درکش میکنه، میگه مامان عروسکت کو؟ بیا ببینم. عروسک رو میاره، بعدش میگه خب حالا چیه این میترسی؟ بهش میگه مامان مثلا حالا چشاش. میگه میدونستی منم یه موقع‌های ترس داشتم تو دوران کودکی؟ منم از سایه میترسم، من از کمد لباس میترسم. مامان نمیدونی با هم چی کار کرد؟ اووردشون ترسمو، مثلا عروسکمو، حالا خوشگلش کرد. حالا بیا ما این عروسکتو خوشگلش کنیم، موهاشو ببندیم، لاک بزنیم براش. این مادر پذیرش ترس بچه‌ش رو پذیرش کرد، درک کرد و حل مسئله انجام داد. این همون چیزیه که من توی این سمینار میخوام بهتون بگم. ما ترس هامون رو نمیخوایم حذفش کنیم، میخوایم یه کاری کنیم این ترس ها رو بغل کنیم، بپذیریمش، بگیم ممنونم که تا الان با من بودی، از من مراقبت کردی، ولی دیگه من بزرگ شدم، دیگه خودم باید تصمیم بگیرم کجاها بهت نیاز دارم.